که دوباره اساسی بازی امرجان پرکاش هستیم که جو بلند شود بعد از سراوشان از مرکزی میدان بازی را شروع. فریدون ضربه میزند و بسیار یک ضربه خوب، اما پالوتر از دروازه تو میدان رو ترک میکنه. تو برای بازی می‌دارد پرتابی به داخل جریمه‌گاه. فرصت پیدا می‌شود برای بازیگران دسته حوسیلود. یک امکانیت دیگر اسلام زویروف ضربه و گل. حساب 1-0 دسته حوسیلود در حساب پیش میبراید. تماند که به دروازه سراوشان گل زند. فردوس چخالوف از اوت برای بازی در آورد. بسیار آسان افتاد برای بازیگران دسته حوسیلود. آنجا موفق جوزف کمادی یک نفر رو گذشت. فرصت پیدا می‌شود برای دسته حوسیلود. دو نفر رو می‌گذارد. کمادی ضربه و اکنون بازیگر این تیم و تو برای دیگر بار به خود برمیگردونند. بازیگران دسته سراوشان فرصت پیدا می‌شود برای دسته میزبان. امکانیت هست ضربه و گل. حساب 1-1 می‌شود و داشتند. خیلی عصبی می‌شود که چگونه اینجا توپ را به رقیب توفه کردن و چگونه آنها توانستند که به زدن گل دست یابند. فرصت پیدا می‌شود برای جورج. میگیرد توپ را جورج، بازیگر دسته سراوشان ضربه را اجرا می‌کند و چگونه توپ وارد دروازه نمی‌شود. نمی‌تواند در همین فرصت سونگای لونجیسون از اوت برای بازی می‌دارد. و صدای اشتراکی داوری اساسی بازی امرجان پرکاشف از انجام بازی دور 17 لیگ اولی من دسته سراوشان.